دلانگیزان. به نام خدا. سلام. در برنامه امروز دلانگیزان نغمه ها و نواهایی در دستگاه سگاه تقدیم می شود. در بخش نخست برنامه محمد شجریان با همراهی احمد عبادی ابیاتی از حافظ را می خواند و در بخش دوم با صدای شهرام ناظری تصنیفی از ساخته های مهدی آذرسینا به سر می رسد. امید که آثار منتخب امروز ما رضایت خاطر شما شنوندگان گرامی و دوستداران موسیقی سنتی کشورمان را فراهم آورد. عزیز من جانا تورا که گفت جانا تورا که گفت که احوال ما مپرس
جانا تورا که گفت که احوال ما مپرس بیگانه گرد و قصه هیچ آشنا مپرس خدای من خدا یا بیگانه گرد و قصه هیچ آشنا مپرس من هیچ آگهی ز عالم درویشیش نبود آن کس که با تو گفت که درویش را مپرس یا خواهی که روشنت شود احوال سر عشق، خواهی که روشنت شود احوال سر عشق، از شمع پرس قصه ز باد صبا مپرس یا Oh
خواهی که روشنت شود احوال سر از شم پرز قصه ز باد صبا مپرس یا از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس یا در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست ای دل، در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست ای دل، به درد خو کن نام دوام بان یا حافظ رسید موسم گل، معرفت مخور دریاب نقد عمر را ز چون و چرا مپرس یارا دریاب نقد عمر را ز چون و چرا مپرس
خواهی که روشنت شود احوال سر عشق، از شمع پرس قصه ز باد صبا مپرس. ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم، از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس. در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست، ای دل به درد خو کن و نام دوا مپرس.